برای این روزهای به پدر در بدری، برای ترس شوم افغانی بگیرک در صف نانوایی، برای شرم خیس از نگاه سنگین همسایه در مترو، برای بردن خشت از طبقه اول به طبقه 24 بدون آسانسور و سقوط از طبقه 24 به دستمزد. برای این روزها، برای این روزها، برای این روزها، برای برای لحظه اخراج طفل به مدرک از مکتب و گریه های تلخش هنگام آخرین نگاه به تابلوی مدرسه، برای لحظه خوفناک تکه تکه شدن با سنگ در سر کار به دست همسایه، برای این لحظه، برای این لحظه، برای این لحظه، برای لحظه هجا کردن تابلوی اردوگاه با عینک شکسته از باتون، برای لحظه مسدود شرم گل محمد از داشتن لبسرین هنگام بازرسی و خوف لحظه تسلیمی به طالب در سر مرز. برای این روزها، برای این روزها، برای این روزها،